سلام علیکم به همه برادران اهل اسلام و پادپیسچکان مهربان بهتر از جان. خواستم یک چیز به سمع شما برسانم که برادران اهل اسلام که امروز بخبر ایومده 3-4 نفر اومده بود، بخبر در پل در اومدن با چکور 8 نفرش دستگیر کردن، گرفتن بردنشون. برای من برادران اهل اسلام رید رفتیس است، همتون احتیاط کنین که نقپن تو دیپارتاتتون نکنن، هیچی هم نباشه 5000 ریال میگیرن، کم میرن 5000 ریال میگیرن، او 5000 که میزنن دستاتون میگیرن، 5000 که میگیرن 1500 سوم میشه، یک ماه خراکی زن فرزند پدر و مادرتون میشه. و برای من خواستم برای شما یک ویدیو کنم که تا که شما از ویدیوهای نو ما با خبر باشین. خواستم که مقصد به سمع شما برسونم که مقصد شما بدونین که مقصد در کجا چی گپ رفتیس است، چی خبر رفتیس است. پس ترس هم میکنم که یک ویدیو برای شما بپرتم. ای شما برادرای دستگیری لایک پادپیسات کنین، لایک پادپیسات یاد نبرورین. ای شما سوم نمیره، هیچ چیز نمیره، پروس هم دست دبوله همون یک بجقش یا لایک یا پادپیسات. دستگیری شما پیشرای ما بوقی در همون حالا باشین، خانه آباد تنسیت خوشبخته هر جای دنیا باشین، سربلند خانه آباد، هیچگاه خاری دنیا و قیامتو نگردنه، زنده باشین. لایک یاد نبرورین، پادپیسات یاد نبرورین.